کل تاجیکستان روز 6 ینور سال 2023 با نشر یک اطلاعیه به 10 سال زندان محکوم شدن عزیزه حیدرov و سابق کاتب سود نویه باباجان غفورov را رسما تصدیق کرد، ولی گفت معلومات در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پخش گردیده در خصوص گویا آغاز تفتیش گردیدن پرونده جنایتی نسبت به حیدرov برای تاثیر رسانیدن به سید احمدزاده صورت گرفته باشد اصل واقعی ندارد. مرکز مطبوعات داستانی کل گفت جنایت‌های صادر نموده حیدرov به پرونده جنایتی و لحظه‌های عیب اعلام گردیده نسبت سابق سودیه سود نویه باباجان غفورov سید احمدزاده یگان علاقمندی ندارد. در گزارش رادیوی آزادی که روز 4 ینور نشر شد با استناد به یک صحبت قبلی برنو حیدرov و مادر عزیزه حیدرov گفته میشد که فرزند او منزل باسی را با مبلغ 3 سال پیش در روسیه کار کرده او خریده است. آزادی همچنین با نقل قول از صحبت قبلی عزیزه حیدرov نوشته بود که مفتشان میخواهند دختر او را به ضد سابق سودیه سود نویه باباجان غفورov رستم سید احمدزاده که او هم چند ماه باز در حبس قرار دارد استفاده برند و بحث خانه تنها یک بهانه می باشد. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان این ادعای مادر عزیزه حیدرov را به اساس نامیده نوشته است. در اصل با حکم سود نویه کوهستان مشچو از 16 دکبر سال 2022 سابق کاتب سود نویه باباجان غفورov حیدرov برای صادر نمودن جنایت‌های از آن خودکنی مال و ملک غیر قلابی و ساختکاری دلیل‌های پرونده گرجدانی گناهکار دانسته شده با در نظر داشت تلافی نکردن مبلغ ضرر رسانیده شده وزنی جنایت‌های صادر شده خف جمعیتی آنها شخصیت سودشونده حالت‌های سبک کننده و وزن کننده از روی مجموع جنایت‌ها به جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت 10 سال محکوم کرده شده است. بنا به گزارش دادستانی در مرافعه سعودی حالت از جانب حیدرov برای از آن خودکنی تصرف نمودن منزل استقامتی شهروند حیدرov در شهر خوجند و برای قلابی از خود نمودن مبلغ‌های شهروند محمودی به پورگی اثبات گردیده سود در این اساس نسبتش حکم عیبدار کننده قبول نموده است. عزیزه حیدرov کاتب رستم سید احمدزاده دادرس دادگاه نویه باباجان غفورov روز 2 ایون سال 2022 با گمان قلابی دستگیر شد. دیرتر مفتشان اسرافکاری و ساختکاری دلیل‌ها را به پروندهش اضافه کردند. رستم سید احمدزاده روز 29 ایون سال 2022 دستگیر شده به دادن خبر دروغ و برآمدن از حد وکالت‌های منصبی گمان بر می شود. نام او 2 سال پیش پس از آنکه یک ساکن ولایت سوغد را در محکمه بیگناه اعلام کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال آخر بیش از 30 دادرس با جرم پوره‌خوری یا به اصطلاح رسمی برای کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم کردند. تنها در 2 ماه آخر در تاجیکستان دست کم 3 دادرس را از 2 تا 5 سال از آزادی محروم کردند.